تا حالا به این فکر کردین؟ بازیگرایی که هاست باهاشون خاطره داریم الان چند سالشونه؟ باورتون میشه بعضی از ستاره‌های سینما و تلویزیون ایران بیش از 80 یا حتی 90 سال سن دارن، اما اسمشون هنوز توی خاطره جمعی ما زنده است. امروز قراره با هم بریم سراغ پیرترین و ماندگارترین بازیگران زن و مرد ایران، کسایی که با نقش‌هاشون تاریخ ساختن. پس اگه به سینما علاقه داری، همین الان ویدیو رو لایک کن و تا آخرش همراهمون بمون. جمشید هاشمپور. اول از همه میرسیم به مردی که سالها نماد قدرت، قهرمانی و اکشن در سینمای ایران بود. جمشید هاشمپور متولد 3 فروردین 1323 در تهران و همکنون 81 ساله. او در 24 سالگی با فیلم جهنم سفید به کارگردانی ساموئل خاچیکیان وارد سینما شد و بعد از اون در بیش از 100 فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرد. از اوایل دهه 60 تا اوایل دهه 70 هاشمپور سوپراستار بی‌رقیب فیلم‌های اکشن بود و هنوز هم برای خیلی‌ها چهره‌ای تکرار نشدنیه. ثریا قاسمی. حالا میرسیم به یکی از بانوان ماندگار سینما. ثریا قاسمی متولد 25 آذر 1319 و در آستانه 85 سالگی. او دختر زنده‌یاد حمیده خیرآبادی، یکی از محبوب‌ترین بازیگران تاریخ سینمای ایرانه. فعالیت هنریش رو از دهه 40 شروع کرد و در طول سالها هم در سینما و هم در تلویزیون نقش‌های ماندگاری از خودش به جا گذاشت. ثریا قاسمی در سال 1379 برای بازی در فیلم مارمولک برنده سیمرغ بلورین جشنواره فجر شد و هنوز هم جزو بازیگران پرکار محسوب میشه. اگه تا اینجا براتون جالب بوده، لایک ویدیو یادتون نره. این کار واقعاً به رشد کانال کمک میکنه. علی نصیریان. بدون شک یکی از ستونهای اصلی هنر ایران. استاد علی نصیریان. متولد 15 بهمن 1313 در تهران و همکنون 91 ساله. بازیگری که در سینما، تئاتر و تلویزیون نامش با احترام برده میشه. او در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار ایران انتخاب شد و نشان درجه 1 هنری دریافت کرد. نکته شگفت‌انگیز اینجاست که نصیریان در 88 سالگی برای فیلم 7 بهار نارنج برنده سیمرغ بهترین بازیگر مرد شد و رکورددار مسن‌ترین برنده این جایزه است. او سال گذشته اعلام کرد به دلیل شرایط جسمی از بازیگری کناره‌گیری کرده و حالا در آرامش استراحت می‌کند. فرامرز غریبیان. یکی دیگر از چهره‌های ماندگار سینمای ایران. فرامرز غریبیان. متولد 27 آبان 1320 و 84 ساله. او فعالیت خود را از سال 1347 آغاز کرد و بارها موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد شد. آخرین حضورش در سینما مربوط به فیلم خروج در سال 1398 است که حتی برای آن نامزد دریافت سیمرغ هم شد. یه سوال از شما، کدوم یکی از این بازیگرها بیشتر براتون خاطره ساخته؟ اسمش رو همین الان توی کامنت ها بنویسید. اصغر سمسارزاده. اصغر سمسارزاده متولد 15 خرداد 1319 و 85 ساله. او از سال 1348 وارد سینما شد، اما بیشترین شهرتش به خاطر نقش‌های طنز بود. بیشتر ما او را با سریال مراد برقی و شخصیت اصغر ترقه به یاد میاریم. نقشی که حسابی محبوب شد. گیتی معینی. گیتی معینی متولد 29 دی 1323 در کرمانشاه و 85 ساله. او ابتدا نویسندگی رو تجربه کرد و بعد از دهه 60 با سریال آینه عبرت وارد دنیای بازیگری شد. بیشتر نقش‌هایش در قالب طنز بوده و مخاطبان تلویزیون خاطرات زیادی باهاش دارن. اردشیر کاظمی.
اردشیر کاظمی، متولد 29 آبان 1317 و 87 ساله. مدتی به اشتباه او را پیرترین بازیگر ایران می‌دانستند، اما خودش در مصاحبه‌ای این موضوع را رد کرد. نکته جالب اینجاست که او هنوز هم جزو بازیگران پرکار سینما و تلویزیونه و بیشتر در آثار طنز دیده میشه، به ویژه سریال‌های سروش صحت. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. سعید پیردوست، متولد 16 دی 1319 و 85 ساله. او با نقش سردارخان در سریال شب‌های برره به اوج شهرت رسید و با بازی در آثار طنز به ویژه کنار مهران مدیری محبوبیت زیادی به دست آورد. در سالهای اخیر به دلیل مشکلات جسمی کمتر جلوی دوربین رفته و دوران استراحت رو میگذرونه. رابعه مدنی او متولد 1 دی 1320 در همدان و 84 ساله. او فعالیت سینماییش رو نسبتاً دیر و سال 1380 شروع کرد، اما خیلی زود به یکی از بازیگران پرکار تبدیل شد. نکته جالب این که پسر او امیر شهاب رضویان کارگردان سینماست. مهدی فخیمزاده او متولد 20 تیر 1321 و 83 ساله. اکثر ما او را با سریال خواب و بیدار و نقش اصغر کپک به یاد می‌آوریم. او تحصیلات آکادمیک در هنر دارد و همچنان هم فعال است و در سریال سلمان فارسی به ایفای نقش پرداخته که به زودی پخش خواهد شد. در این ویدیو به معرفی تعدادی از بازیگران مسن و پیشکسوت سینما و تلویزیون ایران پرداختیم. کسایی که با نقش‌هاشون بخش بزرگی از خاطرات ما را ساختن. حالا نوبت شماست. بگید با کدوم یکی بیشتر خاطره دارید و اسم چه بازیگر مسن دیگه‌ای جاش توی این لیست خالیه. حتما لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید.